امروز توفیق شد که برای دیدار با آقای بنتیه و بازدید از در واقع مؤسسه الایام به همراه همکارانمون یک ملاقات و بازدیدی از این مؤسسه ارزشمند داشته باشیم. مؤسسه در واقع وزین جایگاه مهمی در داخل الجزایر و در منطقه داره و در خلال صحبتی که با مدیر مسئول و همکاران در واقع روزنامه داشتیم احساس کردیم که مثلا در جمهوری اسلامی ایران هستیم، همون احساس، همون معنویات، همون در واقع تأکید بر اصول و مبانی که ما و الجزایر همواره بر اون تأکید داشتیم اینجا من حس کردم. همینطور در واقع وجود چهره‌های جوان، شاداب و بانشاطی که در این مؤسسه دیدم خیلی در واقع به آینده در واقع درخشان این مؤسسه و این روزنامه امیدوارم. وسایل اعلام کلاً رسانه‌ها امروز در واقع نقش سوم یا در واقع محور سوم در جنگ و هر حادثه‌ای رو در جهان حاضر به عهده دارن. علاوه بر در واقع میدان و دیپلماسی نقش سوم و رسانه‌ها به عهده دارن. من صهیونیستی و همپیمانانشون همواره تلاش داشتن یک روایت نادرست از اتفاقات در منطقه به ویژه در فلسطین و تجاوز اخیر به جمهوری اسلامی ایران ارائه بدن و در واقع مؤسسه الایام در افشاسازی و روایت سازی درست از اتفاقات منطقه و ارائه روایت صحیح از نبرد حق و باطل به نظرم پیشگام بوده است. ما الجزایر، دولت و مردم و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان در کنار در واقع قضیه حق هستیم، همراه در سمت درست تاریخ و همراه با قضیه حق و اون هم آزادی فلسطین از اشغال رژیم صهیونیستی است و در واقع بر اساس وعده‌های قرآنی و تجربه بشری حق پیروز خواهد بود. همه شماها برای مدیران و مسئولان و همینطور همه عوامل دست در کار مؤسسه الایام آرزوی موفقیت روزافزون دارم. همه روحیه همه همکاران شما در واقع این موفقیت و نجاح در واقع مستقبلی رو کاملا می‌بینم. شکرا جزیلا. شکرا جزیلا.